دوستان امروز میخوام بهتون چند تا کارهای ویندوز رو یاد بدم. اولین کاری که میکنیم میریم اینجا و مینویسیم ریشن، یعنی ماشین حساب. بعد ماشین حساب که باز کردیم ما اینجا سه تا خط این بالا داریم. استاندارد ماشین حساب همین هست که مثلا 5 به علاوه 2 این حرفا، ولی کارهای دیگه هم داره. ویسنشافت داره، به صورت علوم میتونی کار بکنیم برای مدرسهاتون غیر زاله. و دیاگرام داره و داتوم برشنونگ داره. این داتوم برشنونگ یعنی تاریخ حساب میکنه براتون. مثلا میتونید تاریخ تولدتون رو بزنید، تا امروز چند سالتونه، چند روزتون، این حرفاست. اینجا میرید کلیک میکنید رو تاریخ رو کلیک میکنید، دوباره که برید اول روی تاریخ رو تنظیم کنید. من میرم الان اینجا میزنم 67، بعد میگه چه ماهی، ماهشو میگم، بعد میگه چه روزی، اینو میزنم. بعد اینجا میتونید برید روی ویرونگ یعنی پول، میتونید اینجا پول ها رو تغییر بدید و ببینید به روز حساب بکنه براتون. یعنی الان ما میام اینجا میگیم که خب الان کجا رو داریم ما؟ پوند انگلیس اینجا داریم. 1 پوند انگلیس الان به چقدر ریال هستش، یا یورو مثلا حساب کتاب کنیم. 1 یورو به چقدر ریال میشه. دلار داره، همه اینا رو داره. شما معکوس هم میتونید بکنید، این پایین عوض بکنید. مثلا بذارید مال کجا رو میدونیم نمیدونیم. خب ژاپن، ین ژاپن، 1 دلار به ین ژاپن میشه 129 تا. خیلی کارایی قشنگ و خوبی داره، شما میتونید روش باش کار کنید. اندازه، مساحت، وقت، زمان، کارهای بسیار خوبی داره. هر کسی به سلیقه خودش یا کار خودش میتونه اینجا با این پروگرام ماشین حساب کار کنه. بعد میتونم بهتون الان چیزای دیگر نشون بدم. خب دوستان میخوام بهتون آلترناتیوی نشون بدم، یعنی جایگزین این استارت منو نشونتون بدم که وقتی شما میرین اینجا این استارت منو رو کلیک میکنید، این لیست میشه همه اینجا برای شما پروگراماتون. میتونید یه کار دیگه انجام بدید، روی این قرار بگیرید، شاسی سمت راست ماوس فشار بدید و این گزینه ها براتون باز میشه که خیلی سریع میتونید شما به پروگرام ها و سیستم کامپیوترتون دسترسی پیدا کنید. مثل اینجا پروگرام های کامپیوترتون، سیستمتون، گریت منیجرتون، قسمت نتورکتون، تاسک لایستتون، اینشتلینگ، اینا خیلی سریع میشه انجام داد. اکسپلورر هم داریم اینجا، خیلی راحت میتونید شما دسترسی بهش بکنید. یک کلیک میکنید راحت این باز خواهد شد. خب دوستان حالا ما یه گزینه دیگه ای داریم به نام Zuverlässigkeit anzeigen که این پروگرام اولش بنویسید اینجا نمایان میشه. Zuverlässigkeit Verlauf anzeigen نشون میده سیستم کامپیوتر شما تا چه حد در اپدیت کردن کامپیوترتون موفق بوده یا مشکلات کامپیوترتون رو اعلام میکنه بهتون. این سمبل هایی که آبی هست نشون میده بهتون اعلام میکنه چه چیزایی روی کامپیوترتون ضبط شده، موفقیت آمیز بودن. قرمز ها یعنی مشکلاتی که بوده. این جا کریتیش ارگبنیس هست که نوشته تو ایکس باکس میخواست یه چیز ضبط کنه نتونسته بکنه که این قرمز شده. بعد شما میتونید اینجا رو دوبل کلیک کنید، بازش کنید، بعد ببینید چه اتفاقی افتاده. اگه خواستید دوباره ضبطش کنید، اپدیتتون دوباره استارت کنید، پروگرامو ببندید. ایکس باکس گیم بار من باز بوده که نتونست این کارو بکنه. این پروگرام رو میبندید، بعد دوباره فرزوخون میکنید، سعی میکنید ضبطش میکنید دوباره. بعد این پروگرام برای 1 ماه هست. هر ماه لیست میکنید چه چیزهایی بوده رو کامپیوترتون و چه چیزهایی رو ضبط کرده، اپدیت کرده. اینا همه خوب بوده. بعضی ما یه مثلث زرد رنگ هم خواهد اینجا نمایان شد که اون هم برای همین مشکلی که توی ضبط کامپیوترتون ایجاد شده رو بهتون نشون میده. الان روی کامپیوتر من مشکلی نیست، همین موفقیت آمیز بوده. این قرمز ها رو نشون میده که نتونسته این کار رو انجام بده، چه مشکلاتی بوده. یعنی هاردور فعله نشون میده چه مشکلی داشتم من، که بعد میتونیم شماره مشکل رو کپی کنیم و توی اکسپلورر نگاه کنیم ببینیم چی بوده. که الان اینجا من همه حل تقریبا همه چه اوکی هستش. اینجا احتیاجی به چیز دیگه نیست، ما بهش دست نخواهیم زد، بلش میکنیم.
خب پروگرام بعدی که بهتون میخوام یاد بدم تو خود ویندوز هست. شما مثلا اگر مشکلی پیدا میکنید با کامپیوترتون و میخواید به طرفی به کسی نشون بدید که کمکتون کنه ولی نمیدونید چی بگید یا چی هست، ویندوز یه آلترناتیو داره به نام شریت آفزایشنونگ. این هست، شما میرید روی این کلیک میکنید، بعد اینجا نوشته آفزایشنونگ اشتارتن، شما این استارت میکنید. حالا میرید اونجاهایی که مشکل داریم، مثلا میریم تو اکسپلورر یا میریم یوتیوب، هر جا که کلیک میکنید میبینید که اینجا یه علامت قرمز میاد، بعد یعنی داره ضبط میشه. شما اون سیستم و اون برنامه رو یا اون مشکلی که دارید ضبط میکنید، بعد اشپایشر اینجا میکنه، آفزایشنونگ به اندن میزنید، به این صورت میزنید آفزایشنونگ به اندن. حالا میگه اشپایشر کنم یعنی ثبت بکنم، سیو کنم، میگه یا اوکی. کجا میخواید بذاریدش رو تصمیم میگیرید، من میذارم الان اینجا، بعد بهش میگم تست، بعد اینجا ضبطش میکنم. خب حالا از اینجا میریم بیرون. خب اینجا پروگرام ضبط شده توی دکمنت به عنوان تست. سیب یعنی چی؟ فشرده شده است. اتوماتیک بار خودش این کارو. شما دو کلیک بکنید این باز میشه، بعد انت پاکن یعنی باز کردن از هم بازش میکنید. میتونید اینجا اون وقت تست هستش ببینید که چه اتفاق. دو کلیک روش بکنید این ویندوز اکسپلورر 11 استارت میکنه. اگر بخواید میتونید روی اج باز کنید، ولی باید توش حتما تعریف کنید، بنویسید به چه سبکی بشه. ولی خب حالا ما نمیخوایم این کارو بکنیم، ما خب با اکسپلورر بازش کنیم. ببینید الان این حرکاتی که ما کردیم اینجا ضبط شده. ببینید اینجا ما رفتیم اینجا، بعد اومدیم اینجا رو باز کردیم، این بالاش قشنگ نوشته کجا بودید و چی شده. اینو میتونید به شخصی بفرستید که قرار بهتون کمک کنه، مشکلتون رو بهش بگید، نشونش بدید به صورت این عکس ها یا فیلم که الان اینجا ضبط شده. بعد اون شخص هم میتونه به همین سبک به شما کمک کنه. بعد میبندیم اینجا رو. خب دوستان یه برنامه میخوام بهتون نشون بدم که خیلی زیباست. این الان دسکتاپ صفحه من هستش و این عکس خیلی قشنگ هست، ولی من نمیدونم عکس اسمش چی، از کجا هست. به خاطر همین باید یه دونه اسکرین شات بکنیم ازش که پیداش بکنیم، اونم توسط خود ویندوز. اینجا که کلیک بکنیم برنامه قبلی که من استفاده کردم نمایان میشه. اینجا سمت راست یه مربع کم رنگی هست، روش کلیک میکنید، بعد این پروگرام استارت میکنه. این پروگرام به شما کمک میکنه که از روی دسکتاپتون عکس بگیرید و اونو تو اینترنت جستجو کنید. این گزینه اول میگه که به صورت یک مربع عکس بگیرید. گزینه دوم میگه به صورت آزاد عکستون رو ببرید و این گزینه میگه که فلترتون رو قیچی کنید اندازه که دوست دارید. این گزینه میگه کل صفحه رو من قیچی میکنم. من این گزینه رو انتخاب میکنم، رشت اک 4 گوش، میرم سمت چپ صفحه دسکتاپم قرار میگیرم، شاسی سمت چپ ماوس رو فشار میدم و نگه میدارم، بعد میکشم روی صفحه تا اینجا. وقتی که بلش کنم اتوماتیک با اینترنت استارت میکنه و دنبال این عکس میگرده که این عکس اسمش چیه و کجا هست، همه اینا رو که الان این کار رو انجام داره میده. ببینید گشته و این عکس الان پیدا کرده، اسم این عکس مختلف هم تو پیدا کرده اینجا، ولی این هستش. اسم این عکس از مونت بلو اینجاست و خیلی زیباست. ببینید چقدر راحت و قشنگ میتونید این کار رو انجام بدید. خب حالا اینجا میریم بیرون.